No shot, no gimmick, no gimme look. No plan, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. Cock back, let it go like so long. Black suit, black tie with a slow song. درود با شما بینندگان گرامی. شادم که برنامه‌های ما رو تماشا میکنید و ما رو دستگیری مینمایید. خبری اولینه که میخوام به سمع شما رسونم این آمدنی سرمربی دسته منتخب تاجیکستان خروت پتر شکرتل است که امروز خود در شهر دوشنبه قرار دارد و آمادگی دسته منتخب تاجیکستان محض از او بستگی دارد تا به بازی‌های نهایی جام آسیا رویم. در این پای منتخب کشورمان در مسابقه جام نوروز 2022 که در ازبکستان میگذرد اشتراک مینماید و در آنجا دو بازی برپا خواهد کرد. در بازی نخستی نیم نهایی دسته منتخب تاجیکستان با منتخب اوگاندا و ازبکستان با قرقیزستان با هم مسابقه می‌آورند. اولوی گروه‌ها در فینال مسابقه وامیخورند. دسته‌هایی که بازی را باختند برای جای سوم با هم دیدار انجام خواهند داد. این مسابقه با تشبث اساسیاسیون فوتبال ازبکستان برگزار خواهد شد. این بازی‌ها در شهر نمایندگان از 25 تا 28 مارس گذرانیده می‌شوند. پتر شکرتل درباره این مسابقه گفت: Very important for everybody, very important. این بازی‌ها برای ما خیلی مهم و مفید است. در این بازی‌ها نه تنها دسته منتخب تاجیکستان بلکه کلوب‌ها هم بهره می‌بردارند. من می‌توانم در این واخوری‌ها قدرت نیروی بازیگران را سنجم. خوب است که ما در آن اشتراک می‌کنیم. امروز در قصر پرفیون شهر دوشنبه قرعه‌کشی بازی‌های موسم نو فوتبال بین دسته‌های لیگ اولی برگزار گردید و همکنون در مرحله سوم ترتیب گذراندن بازی‌ها تغییر یافتند. با دو مرحله 5 دسته پیشرفت برای عنوان چمپیونی و جایگاه از یکم تا پنجم در گروه A و 5 دسته باقی مانده برای در لیگ باقی ماندن و از زینه ششم تا دهم مبارزه می‌برند. دو دسته ناموفق لیگ اولی را ترک خواهند گفت. طبق قرعه‌کشی در دور اول دسته‌های اسخط با خوجند، فایزکند با استرافشان، خطلون با رفشان کولوب، استقلال با کلوب مرکزی ورزشی ارتش و رگایی تداز با رفشان ظفرآباد با هم وامیخورند. دور اول روزهای دوم و سوم اپریل دایر می‌گردند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش شرطنامه خود را با بازیگری سابق دوشنبه خورشید عبداللهیف به امضا رسانید. طبق این قرارداد خورشید در موسم روان در هیئت این دسته بازی می‌کند. خورشید در موسم سال گذشته در هیئت دسته دوشنبه 12 واخوری انجام داد. 3 مرتبه از کرسی احتیاطی به میدان آمد و 1 مرتبه از میدان گرفته شد. او 3 کارت زرد دارد و با دروازه حریفان 2 توپ زده است. 1 مرتبه بازیگری بهترین واخوری هم اعلام گردیده است. امروز در بازی تجربوی با دسته منتخب 20 ساله مملکت که با نتیجه 2-2 با کلوب مرکزی ورزش ارتش انجام یافت 1 گل را او به ثمر رسانید. بازیگری دسته منتخب تاجیکستان و همچنین استقلال دوشنبه تبریز دولتمیر با دسته استقلال و همچنین دسته منتخب تاجیکستان کمک رسانیده نمیتواند. این در حالی به وجود آمد که دسته استقلال دوشنبه در ترکیه با دسته متروپولیتن خارکوف بازی دوستانه تجربوی خود را برگزار گردانید. تبریز دولتمیر از زانوی چپ لرز برداشت و نمیتواند در بازی‌های لیگ چمپیونان آسیا در هیئت استقلال بازی کند. به قول دکتر دسته فاروق اویزوف تبریز باید 8 هفته توبه گیرد. این البته برای دسته منتخب و استقلال تلفات کلان خواهد بود. تبریز سال 2020 در هیئت دسته استقلال 17 واخوری گذرانیده 1 توپ زده است و 1362 دقیقه در میدان بود. این فوتبال باز در موسم گذشته فوتبال در هیئت کلوب نروژ استونیا هنرنمایی کرد و در 26 بازی دستش به میدان آمد. دوستان گرامی، این خبرهایی بودند که من می‌خواستم به سمع شما رسانم. باقی صحتمند و پیروز باشید. خیر تا بازدید.